زین الدین زیدان بهترین فوتبالیست 2002 تا 2006 معرفی شد، ولی یک حرکت زشتی آخرین لحظه انجام داد که کارت سرخ گرفت، از بازی فینال بیرون شد، فرانسه هم مغلوب شد و ایتالیا به ظاهر جام قهرمانی جهان رو دست گرفت و بوسه می‌زدن و می‌پرستیدن و تو زمین شادمانی می‌کردن، شادی می‌کردن. زین الدین زیدان با یک کارت سرخ اخراج شد. حرکتش خیلی زشت بود، اگر که مشاهده کردید، داور ندید اما کمک داور دید، منجر به اخراجش شد. چون حرکت ظاهرش زشت بود اخراجش کردن از بازی. بازی باید زیبا صورت بگیره. اما در مصاحبه‌ای که با زین الدین زیدان کردن که چرا تو با سر، تو که خیلی با ادب بودی، تو که وقتی گل میزدی دستت به بالا بلند میکردی خدایا، تو که از طول فوتبالی که در میآوردی صرف فقرا میکردی، تو که سبب اسلام چند تا از بازیکنان فرانسه شدید، چطوری بی‌طاقتی کردید؟ با سر زد تو سینه اون بازیکن ایتالیایی. اما مصاحبه‌ای که باش کردن میدونی علتش چی بود؟ که این خونش به جوش آمد. بهش گفته بود که شما مسلمان‌ها تروریستید.